ای جونم عروس افغان داریم امروز، خوش اومدی گلم. خیلی ممنون، تشکر. خب بگو ببینم امشب مراسم چی داریم؟ شب محفل شالنگشتر داریم. ای جانم به سلامتی. شالنگشتر یعنی چی؟ همون نامزد کردن بله برون از شما باشن. آها، حالا چرا انقدر ناراحت به نظر میرسی؟ مادر شوهر من یه وسط راضی نیست. خدا عروس به این نازی چرا؟ من افغان هستم، شوی من ایرانی ام. مادر شوهر من بسیار دایی وسط راضی نیست. اصلا خیلی بسیار تشبیه شد. نمیدونم. ای جانم حالا خودتو ناراحت نکن، انشالله که راضی میشن. میشه بگی چطوری با همسر آشنا شدی؟ یگان روز در پارچه فروشی میرفتم، ولی یک روز یک نفری رو دیدم بسیار عاشقش شدم. ای جان مبارکت باشه. بریم که میکاپت کنی؟ بریم. خدا رو شکر خبر خیلی خوبی بود. منتظرت هستم عزیزم. وای عروس چقدر تغییر کردی. تشکر جانم، هنر دست خودت است. به به، میبینم که خیلی خوشحالی. شوهرم پشت خط بود، گفت که مادر شوهرم به این وصلت راضی شده. برای همین بسیار خوشحالم. ای جونم خدا رو شکر. معلومه با این میکاپ خوشگلی هم که ما برات زدیم حسابی عاشقت میشه. قطعا همینطوره. خدك بلاش صدقة عبري كموش صدقة